آقا وضعم خوب شده، آرایشگر شخصی گرفتم. میخوای بکنی؟ میتونم ازت شکایتم کنم. مدرک داری؟ تو مدرک آرایشگری داری؟ کی نک. میگه ما این ماشینت اصلا نمیگیره، تو فقط داری منو میمالی. لو رفتم. سیبیلام هم میخوای بزنی؟ اونا رو با پاک کن بعد پاکشون کن. دیوار سر دیگه ریدم ولش کن. اب نداره، تو خیابون میخوام راه برم اووری راه میرم. خدایی کارش درسته. این پیجشو بهتون میدم بلاکش کنید. میگم این قیچی دماغو من میتونه کوتاه کنه. ندارش با جای تخمه نمیزنی. ای اسم این مدلی که زدی چیه؟ ناموسم بهت نشون بدم. یه لحظه وایسید من بهش نشون بدم.